پول بلیط های کنسرت گوگوش که آرزوی همسرم هست رو امروز واریز کردم، ولی خودش هنوز نمیدونه که قراره بره و گوگوش رو از نزدیک ببینه. 2 چیز خیلی بهم کمک کرد که این کارو کنم. اول این که توی این مدت به خاطر پرده هایی از زندگیم که من حتی بازیگرش هم نبودم، ولی مات و مبهوت تماشاگر فرو ریختنش بودم، از یک خوب خوشحال به یک بد عصبانی تبدیل شدم. ولی اون ماند و چیزی نگفت و من بهش بدهکارم. این بار نوبت اونه. دوم این که هر چقدر که با اسباب بازی های رنگارنگ بزرگ سالانه احاطه شده باشی، زندگی بدون یک حس خوب مشترک چیزی به جز زشتی تنهایی پرتکرار نیست.